به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. آرش فرهادی هستم، شاهنامه خان، شاهنامه پژوه از بنیاد کوروش تورنتو. امروز در خدمت آقای ایمان فرهادپور هستم که برادر بنده هستم و خوشحالم که امروز در خدمت ایشون هستم. و قراره که درباره روابط ایران و اسرائیل و نظریه آقای فرهادپور در این زمینه صحبت کنیم که چگونه ایران و اسرائیل میتونن روابط خوب و عادی با همدیگه داشته باشن. خب آقای ایمان، صدای شما رو بشنویم و سخنان شما درباره نظریتون. درود بر شما و همه بینندگان عزیز. چند وقت پیش من یه مطلبی منتشر کردم که خب ندیده بودم کسی تا حالا به این نکته اشاره بکنه، اینکه آیا موجودیت اسرائیل برای ما نحس بوده یا مبارک. حالا راجع به واژه نحس و مبارک میشه تشریح زیادی کرد، راجبش توضیح بیشتری داد، ولی به صورت کلی اون درکی که همه ما راجع به مبارک بودن و نحس بودن داریم، من به اون اشاره کردم. اینکه آیا وجود اسرائیل، خود موجودیت کشوری به نام اسرائیل، به نفع منافع ایران بوده یا نه. من اشاره کردم توی اون مطلبم اینکه بعد از فروپاشی عثمانی و کوچکتر شدن عثمانی به محدود شدنش به کشوری به نام ترکیه و از دل اون فروپاشی ایجاد شدن کشورهای مختلف، کشورهای اسلامی و عربی، و یکیشون هم که اسرائیل که یه کشور یهودیه که البته توی اسرائیل فقط یهودی ها زندگی نمیکنن، مسلمان هم هستن، حق رأی دارن. حالا به کنار این حرفا، ولی خود موجودیت اسرائیل به نفع ایران بوده، واقعا برای ما مبارک بوده. چون اگر اسرائیلی وجود نداشت، کشورهای اسلامی که از دل عثمانی به وجود اومدن میتونستن برای ما دردسرای بسیار زیادی به وجود بیارن. شما یه نمونهشو عراق رو میتونید ببینید که تازه با وجود خصومتایی که با اسرائیل داشت، بازم برای ما مشکل ایجاد کرد. شما تصور بکنین کشورهای دیگه، سوریه یا عربستان، چقدر میتونستن برای ما مشکل ساز بشن. خب شما میدونید که کشور ما به دلیل سه تا ویژگی متفاوت از کل کشورهای منطقه. یکی اینکه ما شیعه هستیم، یعنی مذهبی داریم که نسبت به قاطبه کشورهای منطقه متفاوته. و از نظر بعضی اسلامگراهای افراطی هم که خودتون بهتر میدونید دیگه، شیعه ها زیاد فرقی با یهودی ها نداره. غیر از اون خب فرهنگ ما هم خیلی متفاوته با همه منطقه، یعنی کشورهای زیادی هستن که با هم احساس نزدیکی بیشتری میکنن، اونم البته به خاطر بیشتر اسلامه. و مورد دیگه هم زبانمونه. زبان ما هم یه زبان خاصیه که ما رو متمایز میکنه از بقیه کشورها، دقیقا مثل اسرائیل. اسرائیل هم دینش متفاوته، فرهنگشون متفاوته و زبانشون هم متفاوته. اینکه کشورهایی که از دل عثمانی به وجود اومدن مشغول شدن به اسرائیل، و همه ما دیگه میدونیم دیگه تو این سالها چقدر اینا با هم دیگه مشکل داشتن، چقدر جنگ کردن، و همون جنگ ها میتونه علیه ایران باشه به دلیل اون سه تا ویژگی که گفتم. خب از بعد از فروپاشی عثمانی سه تا جنبش به وجود اومد. یکی اخوان المسلمینه، یکی پان عربیسمه، یکی هم پان اسلامیست. هر سه تاش ضد ایران هستن، هر سه تاش برای ما خطر داشتن. میشه گفت اگر اسرائیل وجود نداشت، البته برای تاریخ نمیشه اگر گذاشت، ولی اینو من میتونم به جرات بگم که اگر اسرائیل وجود نداشت، اون خصومتی که بین عرب و اسرائیل هست، مسلمان ها و اسرائیل هست، میتونست علیه ایران باشه. در خدمت. خواهش میکنم. خیلی ممنون، خیلی خوب توضیح دادین. و من اینجا شاید اگه بخوام نظری بدم برای شروع اینی که به نظر من
هیچ چیزی در این دنیا فی نفسه خوب یا بد نیستش. یعنی به هر حال میتونه طی شرایطی به وجود بیاد، شکل بگیره. و ببخشید من اینو باید بذاشتم یک قسمت. الان بذارم یه لحظه بخواستم مطمئن شم که تصویرم داره میفته، خودم صحبت میکردم تصویرم نبود. شما تصویر منو میدیدین؟ بله. وقتی من صحبت میکردم اوکی. اه، ببینید، همین چیزها فی نفسه خوب یا بد نیستن، حالا از شمشیر بگیریم و اسلحه تا چیزهای دیگه. اسرائیل هم من میتونم از این زاویه بهش نگاه کنم، بگم بله خب به هر حال وجودش یک فرصت برای ما بوده، یعنی به صورت یه چیزایی از تو فلسفه بهش میگن دیترمینیستی، یعنی جبری. یعنی مثلا بگیم اسرائیل آیا خوب است به وجود آمدنش یا کاملا بد است، یعنی سیاه و سفید نیست. یک فرصت بوده، آره از این فرصت میشده ما استفاده بکنیم و عرض شود روابطی باش برقرار کنیم، یک توازن قدرتی به وجود بیاریم و مثل یک اهرم فشاری علیه اعراب ازش استفاده کنیم. و اینا بیشتر به دوران آریامهر برمیگرده. ولی خب اون نظام آریامهری با نوعی میشه گفت به هر حال حمله، تضعیف، شورش ها یا فروپاشی مواجه شد که دلایلش هم بسیار زیاد، از اقتصادی و امنیتی گرفته، شیطنت های کشورهای خارجی یا اون شرکت های نفتی و به هر حال اون تضاد منافعی که یه مقدار به وجود اومده بود بین خود نظام آریامهری و نظام اقتصادی و بگیم مافیای انرژی بین الملل. ولی به هر حال اون انجامید به جمهوری اسلامی. حالا این اتفاقی است که افتاده. بحث اینه که درباره اسرائیل و ایران من یه سوالی از شما دارم. اگر اسرائیل واقعا میتونه، حالا طبق من میدونم که به هر حال شما هم که یک پادشاهی خواهی پهلویست هستین و از اینو خواهم این سوال از شما بپرسم که اگر اسرائیل واقعا میتونه با یک ایران آباد و آزاد و مقتدر کار بکنه، چرا از طریق همین لابی هایی که داره جمهوری اسلامی رو با جمهوری اسلامی نمیاد کار کنه؟ چرا میخواد اول تمام تسلیحات از بین بره؟ و شما باید به زمان نگاه کنید، مثلا سوریه الان اسد سقوط کرده، به وضعیت سوریه نگاه کنید، انقدر درگیری داخلی بین نمیدونم کرد و نیروهای جولانی و اون دروزی ها بودن و دروزی ها مخصوصا یه جورایی به صورت رسمی دیگه تجزیه شدن دیگه. و نکته این حتی فرضی که میگن که نه اسرائیل دنبال تجزیه منطقه‌ای، دیدیم که بله هست، حالا از سوریه از کنار دست خودش شروع کرده دیگه. و میخوام بگم که اه، اگر میتونه واقعا با یه ایران آباد و آزاد کار کنه، میتونه بیاد اصلا با همین جناح اصلاح طلب کار کنه یا از طریق نفوذی هاش با همین اصولگراها میتونه به تغییر در ایران به وجود بیاره. اگر واقعا یک همچین چیزی ممکنه از نظر ژئوپلیتیک و منطقه‌ای و نظامی و امنیتی، خب میتونه بیاد با همین جمهوری اسلامی کار کنه. من حالا این برکتی که میگین میگم به صورت خلاصه جمع‌بندی من اینه که میتونسته بله خوب باشه، یه جاهایی هم چه بسا به نفع ما بوده، حتی ممکنه مثلا باعث یه سری اتحادها و ائتلافهای منطقه‌ای بین ایرانیان در هر نظامی در برابر اسرائیل شده یا با اسرائیل در برابر بعضی از نیروهای منطقه‌ای. بنابراین یه جور توازن میتونسته برقرار بشه، ولی به هر حال اون چیزی که اسرائیل از ایران میخواد یا آمریکا از ایران میخواد توازن نی، تسلیم مطلق و پیوستن به یک نظامیه که این نظام جمهوری اسلامی خودش رو علیه اون تعریف کرده، یعنی علیه استعمار، علیه استثمار، علیه اون نظام به قول آقای عبدالکریمی، دکتر عبدالکریمی، نظام سلطه. خب دوست دارم نظرات شما رو بشنوم. اولا اینکه دو جور تاریخ خوان داریم. یه نفر هست تاریخ میخونه که خونش به جوش میاد و دوست داره بره دوباره جنگ بکنه، دوباره دشمنی بکنه، چون خاطرات بدی زنده میشه براش و متوجه میشه که چقدر ضربه خوردیم از کشورهای همسایه.
یکی این که درس میگیره از تاریخ و تلاش میکنه که از جنگ جلوگیری کنه. آریامهر به نظر من اسطوره بود تو این زمینه. کمتر کسی داریم مثل آریامهر که متوجه بشه که با جنگ، همیشه با جنگ نمیشه کارو پیش برد، اما برای جنگ هم باید همیشه آماده بود. خیلی واضحه. بعضی موقع ها یه چیزایی بیان نمیشه ولی خب جزء واضحاته. اینه که نه اینکه ما باید ضعیف بمونیم، اه، کسی نیست که بخواد به ما چشم نداشته باشه وقتی ما ضعیف هستیم. هر کسی که ضعیف بوده، هر کشوری ضعیف بوده، از آخر ضربه خورده. ولی اون صحبتی که من کردم، مطلبی که من نوشتم، یه نکته داره که ممکنه اشتباه برداشت بشه. اینه که ما خب باید دوست اسرائیل پس می بودیم، نه دشمنی میکردیم. نه، این هم نیست. یه نکته خیلی ظریفی که توش وجود داره اینه که اگر ما با اسرائیل دوست بودیم، آیا ضربه میخوردیم یا نه؟ به نظر من ضربه میخوردیم. این هم نکته است دیگه. وقتی اطراف ما محاصره شده با کشورهایی که دشمن اسرائیل هستن، اگر ما دوست اسرائیل می بودیم، خب بنابراین ما دشمن اونها هم حساب میشدیم دیگه. درسته. نکته ظریفش اینجاست. ما باید همیشه تعادل رو نگه می داشتیم که آریامه به بهترین شکل ممکن این تعادل رو برقرار کرده بود. این که من میگم اسرائیل برای ما مبارک بوده، نه اینکه دیگه بریم سرسپرده بشیم، خودفروخته بشیم به اسرائیل، بخوایم هر کاری که اون میخواد ما انجام بدیم. نه، ما باید تعادل رو برقرار میکردیم. خیلی جالبه شما همین کاری که کشور جنوب خلیج فارس دارن انجام میدن و از دشمنی شدید ما سوء استفاده کردن و اونا نزدیک شدن به اسرائیل. اصلا قافیه رو باختیم ما. انقدر تو دشمنیمون ما پافشاری کردیم و انقدر فعالیت کردیم، انقدر پول خرج کردیم که قافیه رو باختیم. اول تلاش کردیم دل اون کشور مسلمان رو به دست بیاریم، غافل از اینکه اونا اصلا ما رو مسلمان حساب نمیکنن، اصلا ما رو مسلمان نمیبینن. از اون طرف اونا خودشون یواش یواش نزدیک شدن به اسرائیل. الان ما به جای اینکه فقط اسرائیل مثلا دشمن ما باشه، الان اطراف ما یواش یواش داره تشکیل میشه از ائتلافهای ضد ایران. چرا عربستان باید بره با پاکستان پیمان امنیتی ببنده؟ پاکستان چرا با ایران نباید ببنده؟ پاکستان و عربستان چه نزدیکی با هم دارن جز اسلام؟ اما پاکستان و ایران چه نزدیکیایی دارن؟ بسیار. شما سرود ملی پاکستان رو گوش بده، همش متوجه میشه. ما قافیه رو باختیم دیگه. اصلا ما اهدافمون رو اشتباه تعیین کردیم. اینکه با اسرائیل یا باید دشمنی کنیم یا دوستی کنیم، این اشتباه دیگه. با همه کشورها، با روسیه، با چین، با ترکیه، با اعراب، ما باید تا جایی که میتونیم خودمون رو قوی بکنیم از نظر اقتصادی. بعد از اقتصادی نظامی یا همزمان در طی این مدت هم باید تلاش بکنیم به آرامش. شما توجه بکنید تمام کشورهای جهان دنبال آرامشن. فقط جمهوری اسلامیه که دنبال آشوبه. شما چین هم ببینید چند ساله که دنبال تایوانه. چرا هی این دست اون دست میکنه؟ برای اینکه داره میسنجه، رو کاغذ میسنجه، ببینه اقتصادش ضربه میخوره نمیخوره. الان با حمله کنم به تایوان آیا تحریم میشم نمیشم؟ اه، صادرات من مشکل میخوره یا نه؟ کشورهای من تو جهان رو آبها چه مشکلی براشون پیش میاد؟ استراتژیمون رو اشتباه، از همون اول اشتباه ما پیریزی کردیم. بفهم. خواهش میکنم عرض شود. ببینید با بنیان سخن شما که من موافقم و بله آدم باید منطقی عمل کنه، عقلانی تصمیم بگیره. ببخشید این تصویر دوباره. بله من میخوام عرض کنم که بله آدم برای یه حکومت باید عقلانی تصمیم بگیره و عقل مدار و همینطور عملگرا باید اون تصمیمات و استراتژی ها رو طراحی بکنه و عمل کنه. ولی من یه مدت توی تصویر بزرگتری میبینم. مثلا شما میگی که فقط جمهوری اسلامیه که دنبال شرارت در جهان. حالا دارم بازگویی میکنم سخن شما رو. اگه واژه رو اشتباه به کار بردم شما به من بگید. ببینید فقط جمهوری اسلامی نیست، اصلا بسیاری از نظام های دنیا، حتی خود آمریکا، حتی خود اسرائیل. من میتونم یک مقاله ای رو با شما به اشتراک بذارم. ببینید یک مقاله بود زمانی که
داعش به هر حال در سر تا سر منطقه پراکنده بود، یک تینک تانک یا اتاق فکر اسرائیلی گفتش که، یعنی نظری که ارائه داد این بود که گفتش که ما باید، اسرائیل باید داعش رو نگه داره و به تقویتش کمک کنه، چون بهترین سپر دفاعی اسرائیل علیه ایران میتونه باشه. و این بقا ایران هم واژه‌ای که خود اسرائیل به کار میبره، یا تو ادبیات انگلیسی اونا نمیگن جمهوری اسلامی، اونا میگن ایران. و در ادبیات فارسی که ما هی میگیم جمهوری اسلامی. و باز الان هم، یعنی از سال 2014 بود مثلا من این مقاله رو دیدم، الان فرض کنید در 11 سال گذشته، هنوزم که هنوزه شما ببینید اون استراتژی کلی یا سیاست کلیشون تغییر نکرده. جولانی رو میارن سر کار با حمایت ترکیه که به هر حال همون نقش سپر دفاعی رو بازی کنه، و این خطر اصلا داعش یا اسلام رادیکال و نیروهای شبه نظامی اسلامی که اکثریت 99.99 درصدشون اگه 100% نباشه سنی هم هستن. بنابراین یک نیروی عظیم نظامی دور تا دور ما وجود داره و این کشیدنش، این نیروهای نظامی رو تولید کردن با بهانه اینکه جمهوری اسلامی شرارت نکنه اینو مهار کنیم و اینا. در صورتی که شما خودتونم، من مطمئنم چون پژوهشگر هستین، به هر حال مطالب توی رسانه های گروهی هستش که کسانی که اصولگرا هستن یا اصطلاحا مقاومتی هستن، اینا اصلا به شدت از جمهوری اسلامی انتقاد بکنن، میگن جمهوری اسلامی چرا اینقدر به قول معروف نایس و آروم و صلح‌آمیز داره برخورد میکنه با خیلی از کشورهای میشه گفت متخاصم همسایه یا متخاصم منطقه یا جهان. و یه جوری اونا هم بهش شکایت من داره، داره به اونا باج میده. یعنی در اصل جمهوری اسلامی چیزی به نام شرارت انجام نمیده. یعنی اصلا حضور ایران در عراق، در سوریه کاملا، یا حتی در لبنان، در لبنان که اصلا یه واقعا حضور تاریخیه، همونطور که در سوریه و عراق هست. یعنی توی مباحث سیاسی، حالا من جنبندی کنم که بیشتر سخن شما رو هم بشنویم، تو مباحث سیاسی اصلا یه سری چیزایی غایبه، اصلا سانسور شده نیست. مثلا پیوند تاریخی ایران و لبنان میدونیم از خود دوران اصلا دوران قدیم، حتی از زمانی که از جبل عامل لبنان اون آقای چیز رو میارن، روحانی بود اسمش، اسمش الان حضور ذهن ندارم. اون امام موسی سعد. ها، امام موسی سعد. نه نه، قبلتر دوران صفویه که از جبل عامل میرن یک، آه. آه. آره یک روحانی رو میارن، اگه از اسمش رفته زن. بعد این رابطه تاریخی وجود داشته. حالا مثلا انگلیس سوار کشتی میشه میره اونور دنیا، تو هند و نمیدونم ایران و کشورهای عربی و اینا، این همه نفوذ داره و نفت رو میبره و این همه دسیسه و خلاصه جنگ و اینا رو هم میندازه. بعد هیچ کی بهش نمیگه مثلا شرارت کرده. خب ضمن که اگر شرارتی هم در منطقه هست از سمت هر کسی، به هر حال نتیجه مثل دومینویی این تاریخیه که تو این منطقه وجود داشته. و منطقه یا باید میپذیرفته استعمار بشه، یا باید میپذیرفته یک راهی پیدا کنه دیگه. حالا یه زمانی مشروطه، یه زمانی رضا شاه کبیر، یه زمانی آریامر، یه زمانی به شکل جمهوری اسلامی بروز کرده یا مقاومت. میخوام اینو بگم که این رابطه تاریخی، رابطه فرهنگی بین از ایران تا لبنان گاهی اوقات اصلا نادیده گرفته میشه تو مسائل سیاسی. مثلا میگم به ایران چه ربطی داره تو لبنان؟ خب عزیز من، اینا اولا یه عده هستن اونجا که خب هم دین اینا هن. مدت هاست، ده ها ساله که اینا رابطه سیاسی دارن. حالا شما بگید طبق اسلام سیاسی، و ها جز اسلام سیاسی مگه تئوری وجود داشته؟ مثلا آیا مثلا چه میدونم هگل فیلسوف آلمانی، یا مثلا خیلی از فیلسوفان سیاسی دیگه مگه نظریه‌ای دادن که مثلا به جای مقاومت شما این کارو بکنیم؟ تنها نظریه‌ای که وجود داره نظریه اقتصادیه. آقا سعی کنین کار کنین با استعمار، بعد شما مثلا یه عده میرن با استعمار کار میکنن و یه جورایی برده استعمار میشن، بعد یه عده نمیخوان بشن یا نمیتونن بشن.
یا یه قد تو فگ و فامیل و خانوادهشون کشته دادن، یعنی استعمار از اینا کشته گرفته، خب این طرف میره به مقاومت میپیونده. یعنی این وضعیت وجود داره. حالا دیگه من بخوام صحبت کنم بحث به درازا میکشه. دوست دارم نظر شما در همینه که عرض کردم بشنوم. ببین آرش جان، من چند تا نکته رو باید بگم. اینه که کار درسته، اما چطور انجامش بدیم اون مهمه. م، ببینید سوریه و لبنان وارثان فنیقی ها هستن. فنیقی ها یه مردمی بودن که همیشه م، چطور بگم، هیچ موقع استقلال مطلقی از خودشون نداشتن، همیشه وابسته به دیگران بودن. بین ایران و روم هم دست به دست می شدن. با هخامنشی‌ها بسیار، یعنی بهترین کسی، بهترین سلسله‌ای که با اینا خوب رفتار که هخامنشی‌ها بودن. و ما اونجا حتی آثار باستانی هخامنشی هم داریم. خب همیشه جزو نقطه نفوذ ما بودن به سمت غرب، تو این شکی نیست. یه بارم با خود شما صحبت کردم، گفتم خب جمهوری اسلامی رفته تا سوریه، ادعا میکنه که تا سوریه لبنان، ادعا میکنه که ما به مدیترانه راه پیدا کردیم، چکمه های ما رسیده به اونجا. خیلی خوب، نتیجه میخوای از این چی به دست بیاری؟ فقط آیا چکمه است؟ اینو باید وصلش بکنی به مسائل اقتصادی دیگه. تو روزمره مردم ایران باید ببینن این. یعنی شما موقعی که رفتی خب سوریه و لبنان، میتونستی بگی که آقا مردم ایران، شما به جای که بری آنتالیا ترکیه پول خرج بکنی اونجا بری لب ساحل مشروب بخوری، دنسین کنی اینا، خب شما به جای اونجا تشریف برید اونجا. اینو باید وصلش بکنی به اه، زندگی روزمره مردم، نه اینکه فقط بخوای بری اونجا خرابی به بار بیاری. این یه نکته است ها. شما یه نگاه به کشور قطر بکنی، یه نگاه به عربستان بکنی. آیا مثلا 10 سال پیش انقدر قوی بودن؟ آیا 20 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش انقدر قوی بودن؟ نکته است اینا دیگه. اینا اول تلاش کردن رو پای خودشون بایستن، اول سلامت خودشون رو به دست بیارن، بعد اقتصادشون رو بسازن، بعد یواش یواش نفوذ پیدا بکنن. ولی ما برعکس عمل کردیم. شما هیچ چیزی رو زمین تحویل مردم ایران ندادی جز بدبختی. مشخصه که همه ناراضی میشن. آقا تو زندگی روزمرهمون نخواهیم دید اینکه شما همه چیز رو وصل بکنی به مسائل امنیتی. اصلا نقطه اختلاف این دوتا جبهه، دوتا جناح که من و شما نمایندش هستیم همینه دیگه. کسی مخالف نفوذ منطقه‌ای نیست، کسی مخالف جنگ افزار خوب نیست، جنگ افزار کارآمد نیست. اصلا کدوم عقل سلیمی میتونه این رو رد بکنه؟ نکتهش اینجاست که ما تو جیبمون نمیبینیم، تو خونمون نمیبینیم این مسائل رو، نتیجه این پول خرج کردن رو. قطر شیلنگو انداخته داره گاز ما رو میبره، بعد همون پول رو هم داره خرج اخوانی میکنه. شما نمیتونی جلو قطر رو بگیری، بعد شما تصمیم گرفتی جلو قطر رو نگیری، جلو ترکیه رو نگیری، جلو جمهوری باکو رو نگیری. اینا هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، شما بری یه جای دورتر یه کاری بکنی. و شما باید اول حیات خلوت خونه خودت رو درست بکنی. مشکل اصلی اینجاست. کسی مخالف این چیزایی که شما گفتی نیست. بله، تا سوریه و لبنان عمق نفوذ ما بوده، همیشه هم هست، در آینده هم خواهد. ما باید نفوذ داشته باشیم. اصلا یه سوال، شما فرض بکن همین افغانستان که همزبان ما هستن، هم فرهنگ ما هستن، بسیار ما نزدیکی داریم که در حقیقت جزوی از ایران شهر بزرگ هستن. شما همین فردا افغانستان اعلام بکنه ما میخوایم آقا کشور تحویل به صاحب اصلیش بدیم. آیا شما برنامه‌ای داری؟ جمهوری اسلامی برنامه داره؟ قول میدم نداره. اصلا این میشه بزرگترین تهدید امنیتی ایران. نمیتونی، یعنی اون بخواد پس ایران بده شما نمیتونی بگیریش، مجبوری پس بدی که نمیخوام. حالا یا پاکستان برداره یا یکی دیگه، یا چین برداره. برای چی؟ مگه شما هیچ موقع نمیتونی یه سری افراد بیاری شهروند ایران بکنی و اونا آزادانه بتونن بیان تا شیراز و تا تهران و تا تبریز و تا شهر بزرگ ایران، اونا
تشریف بیارن و بعد اون موقع میخوای چجوری جمعش بکنی؟ برنامه نداری دیگه. نتونستی از نظر فرهنگی اونجا نفوذ بکنی. آمریکا برای چی توی یه سری کشور شکست خورده رفته؟ اصلا کشورهای استعمارگر برای چی رفتن شکست خوردن، مجبور شدن ترک بکنن؟ برای اینکه نتونستن از نظر فرهنگی اونجا نفوذ پیدا بکنن. تنها جایی که موفق بوده هندوستان بوده که حتی زبانشون هم تحمیل که اونا خیلی باش خوب کنار اومده، ولی نتونستن که تو کشور خاورمیانه نفوذ بکنن برای اینکه فرهنگ اینجا رو درک نکردن. شما برای اینکه قبل اینکه بخوای نفوذ نظامی پیدا بکنی باید سالها نفوذ اقتصادی و فرهنگی اونجا داشته باشی تا پذیرات باشن. غیر از این باشه پذیرات نیستن. شما تو سوریه کاری نکردی که مردم سوریه عاشق شما بشن، حتی عاشق حاکمشون هم نشدن. چجوری میشه که در عرض چند ساعت چند روز جولانی بیاد بره حکومت رو دست بگیره؟ برای چی؟ برای اینکه مردم عاشق حکومتشون نبودن. بعد میخوای عاشق شما باشن، بعد میخوای دل ببندی به یه سری گروه های کوچیک، حالا اصلا برفرض اونا هم موفق بشن دوباره میخواد تو سوریه جنگ داخلی بشه و بیشتر از چیزی که الان هست. خب نتیجهش برای ما چیه؟ من همیشه سوالم اینه و نتیجهش برای ما چه خواهد شد؟ ببینید قطر، نمیدونم به این فکر کردین یا نه، قطر به این کوچیکی آخه چرا داره توی اه، سودان دخالت میکنه؟ امارات به این کوچیکی چرا داره تو سودان دخالت میکنه؟ چی بهشون میرسه؟ اینا کارت بازی ایجاد میکنن برای خودشون. اگه کارتی نداشته باشن که محو میشن، یا ایران میگیرشون یا آمریکا یا کشورهای دیگه بزرگتر. این کارت رو نگه میداره ولی قبلش رفته اقتصادش رو درست کرده. کاری میکنه که رفته تو سودان داره دخالت میکنه. مردم قطر و امارات نمیان بگن که آقا جیب ما خالیه، ما داریم از تو صدش خال نون در میاریم، نمیدونم مدرسه نداریم، گوش گرون میشه، برنج گرون میشه، نون گرون میشه. مردم یه رفاه نسبی دارن، بعد حکومت میتونه بره دخالت بکنه برای خودش کارت بازی ایجاد بکنه. نکته اصلی اینجاست کسی مخالف این کار جمهوری اسلامی نیست به شرط اینکه قبلش بیاد زمینه‌شو بسازه، چه داخل چه خارج. از داخل مردم رو باید راضی نگه داره و خارج هم باید عمق نفوذش رو جوری فراهم بکنه که پذیراش باشن. بفهم. بله ممنونم. از شود یک بخش صحبت شما اینه که یه کارایی رو باید جمهوری اسلامی میکرده. خب من اینطوری میتونم بگم و که خب نباید میکرده، مثلا بهتر عمل میکرده و اینا. ولی من میخوام میگم من نگاه من معمولا فلسفیه، بعد فلسفه هم اسمش خیلی بد در رفته. فلسفه من از نظرم از نظر منطقیه، منطقی و واقع گرا. خب اگه بخوایم بگیم جمهوری اسلامی مثلا باید یه سری استراتژی ها رو نمی داشت، مثلا حتی گفتن اینکه اسرائیل باید نابود شود و نباید جمهوری اسلامی میگفت. خب و من اینو باز میگم حتی دومینویی مثل کنش و واکنش میبینم، یعنی طبق اون کنشی که به حکومت پهلوی دوم نسبت داده میشد که در دوران پیش از 57 که ایشون وابسته به غرب، نمیدونم آلت دست غرب، کاپیتولاسیون، نمیدونم فرهنگ اسلامی داره از بین میره، فرهنگ بومیمون داره از بین میره. خب این اتهاماتی که بهش زدن طبق این که اون اتهامات باور شد از طرف عده‌ای از مردم و همینطور روشن فکران، بنابراین به 57 انجامید. یعنی مثل اینه که هر نظام دیگری که میاد، یه نظام دیگری که براندازی میشه یا فرو میپاشه، نظام بعدی معمولا خلاف جهت اینو سعی میکنه بره دیگه، چون میخواد بقا داشته باشه. میگه اون قبلی اون راهو رفت فرو پاشید، پس ما یه راه دیگری میریم. حالا خود اونا هم به نظر من گول خوردن. یعنی من میخوام خیلی واقعی گرا و بدون تعارف صحبت کنم با همین 57 یا حتی طرفداران جمهوری اسلامی یا مقاومت، باید بگم که اونا هم گول خوردن، فریب خوردن. یک بخشی در بدنه دولت‌های غربی بود که اینا رو فریب داد، گفتش که آره ما میتونیم شما رو به قدرت برسونیم، شما نفت رو به ما بدین، همونطور که خمینی هم قول داده بود.
بعد شما هم میتونید اونجا برای خودتون یه دولت شیعی داشته باشین، با شعارهای شما هم کاری ندارین، شعار هم بدین، حالا مکبر اسرائیل میخوایم بگین، مکبر آمریکا میخوایم بگین، مکبر انگلیس میخوایم بگین، مشکلی نداره. یعنی حالا نه که به صورت دیالوگ بینشون برقرار شده بود، یعنی عملا با پول هایی که به اصطلاحا انقلابیون ایران اینا میدادن، و حتی جلوگیری که نکردن از اینکه اینا به قدرت برسن، چون اینا به هر حال میتونستن کارهایی بکنن، همون کاری که الان دولت اردن میکنه. مگه چیکار میکنه؟ یا عربستان مگه چیکار میکنه؟ میگیره، میبنده، اعدام میکنه، دست قطع میکنه، به صلیب میکشه، گردن قطع میکنه. خب خیلی از حرکت ها و جنبش ها در جامعه به این شکل تا اندازه کنترل میشه. یعنی انجام یه همچین کاری غیر ممکن نبود، یا گرداندن یک کشور برای ده ها سال حتی با زندانی و شکنجه و اعدام و تبعید و اینا تو خود اتحاد جماهیر شوروی یا چین و جای دیگه کاملا ممکن بوده. ولی تصمیم بر این بوده که این اتفاق نیفته، یعنی دولت پهلوی دوم به زندگی خودش ادامه نده. اگه جهت میشه گفت ما متاسفانه. میخوام بگم پس اون دولت جدیدی که اومده، اون حکومت جدید در برابر اون موضع گرفته. این که و نکته دوم این که این که مثلا قطر پیشرفت کرده، نمیدونم عربستان پیشرفت کرده، ترکیه پیشرفت کرده، اینا از صدقه سریع همین اومدن جمهوری اسلامی بوده که پیشرفت کردن. اگر شما مثال بزنم، مثلا فرض کن همین اسلامگراهای امتگرای نمیدونم ضد استعمار تو ترکیه به قدرت میرسیدن، 100% کشورهای ابرقدرت ها چی میگن، از صدقه سریع همین بدبختی که مردم ترکیه میکشیدن، اینا میمدن با ایران کار میکردن، با عربستان کار میکردن، با اردن کار میکردن، یعنی دور تا دور ترکیه سعی میکردن یه حلقه یا آتش بچینن. خب بنابراین من میخوام بگم واقعی گرا اگه نگاه کنیم، من میخوام قسمت دوم صحبتمون رو به این شما بپردازین. الان حالا ما چیکار کنیم؟ یه سری اشتباهاتی انجام شده در استراتژی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در حتی لفظ ولایت فقیه که اصلا خود این غلطه. من تو این کار کردم که اصلا تو خود قانون اساسی جمهوری اسلامی دیدم ولی فقیه وقتی که اون وقت رئیس حکومت میشه، فرمانده کل قوا میشه، دیگه ولی فقیه نیست، دیگه ولی امره. بعد ببینید چقدر جامعه واقعا در میشه گفت اشتباهات سیاسی و حتی ادبی گفتاری هست که هنوز بهش میگن ولی فقیه. بابا اون ولی امره که نشسته اونجا، یعنی مثل مقام فرمان روا رو داره، مثل مقام شاه رو داره. خب ولی خب اوکی، امامه داره میاد به تاریخ ایران درست چه میگن مهری معمولا نداره، گهگاه یه اشاره میکنه. خمینی که اصلا دیگه قابل صحبت نیست، اصلا در تاریخ ایران یه موضع خصمانه گرفته. خب همه اتفاقات متأسفانه افتاده. حالا ما چه کار میتونیم بکنیم؟ یعنی الان دو راه، من میخوام با یه سوال اینجوری برم جلو. به هر حال مایی که خارج از کشور هستیم، یه دم که داخل کشورم، الان ما چیکار کنیم؟ با اصلاحات، اصلاح طلبی چیزی رو به وجود آورده به نام اصلاح طلبان. این اصلاح طلبان خودشون جزو اولیگارشی ان، فاسدن، خودشون استثمارگرن و نابودگر ایرانن. خب اون راه که نشد، با اون اصولگراها هم که خیلی تا الان تا همین چند وقت اخیر نمیشد کار کرد. حتی شما مثلا میفتی میگودی آقا من نمیدونم کوروش کبیر قهرمان تاریخی، من نمیگم برو گم شو، مثلا قهرمان تاریخی یا باید مثلا نمیدونم محمد باشه یا علی باشه یا ابراهیم باشه یا موسی باشه. خب بنابراین به هر حال یه تحولی هم جامعه کرده. حالا الان اسرائیل هم پاشو کرده توی کفش، میگه و آمریکا و دولت غربی که برجام که به دور انداخته شد و دیگه اون دوران توازن هم حتی از بین رفت که یک توازنی وجود داشته باشه. به قول پیتر هگزت ما الان در شرایط، یا روبیو فکر کنم گفته بوده، مارکو روبیو، که ما در دوران پیش از جنگ جهانی ما هستیم الان. خب حالا در این وضعیت ما چه میتونیم بکنیم؟ شما فرض کن اصلا دولت ایران سقوط بکنه، حکومت جمهوری اسلامی، آیا از جنگ جلوگیری میشه؟ این جنگی که بین شرق و غرب هست، اون کاری که آمریکا داره علیه روسیه و چین میکنه، چه در اوکراین چه در خود آسیای میانه، علیه چین و روسیه و ایران، آیا اونا دیگه دست میکشن؟ به نظر میاد نه. یعنی ما با یک خطر واقعا بین المللی و جهانی یعنی مواجهیم، و مردم الان یه جوری بالاخره اگه مثلا صبح بیان در خونه ما رو بزنن مثل اوکراین، بگن آقا جون یا میری میجنگی یا میبریمت زندان یا اعدام صحرایی میکنیم، بالاخره ما انتخاب کنم دیگه. متوجهی؟ یعنی دولته که داره تصمیم میگیره برای من عضو ملت، من شهروند. خب بنابراین این مشکلات رو داریم. حالا الان چیکار کنیم؟
اسرائیل میخواد مثلا میگه میخوام حمله کنم به ایران، خب ما چیکار میتونیم بکنیم؟ بیایم بعد تبل این بزنیم باری کلا بزن، چون دیگه از این کابوس جمهوری اسلامی خلاص شیم. یا سعی کنیم که با خود اسرائیل هم مذاکره کنیم، بگیم آقا جون حرف غیر منطقی نزن، ما هر تسلیحاتی که داریم، حاضریم در راستای مذاکره و تعامل و صلح کار کنیم و راهش رو سعی کنیم باز کنیم. من فکر میکنم هر چقدر ما ملت اینجا که تمام میکنم، من فکر کنم ما ملت هر چقدر برای این تبل اینکه جمهوری اسلامی باید برود، آخوندها باید بروند، نمیدونم شاهزاده باید در ایران جلوس بفرمایند، هر چی این قضیه رو داغ کنیم، من فکر کنم یه مقدار داریم از حالت اینکه یک کار عملی مفیدی بشه انجام داد در راستای صلح منطقه‌ای و رشد ایران، رشد و بقای ایران، من فکر کنم داریم جلوگیری میکنیم. حالا نظر شما؟ اه، اینقدر نکته گفتی که من باید اول اینو بگم که اولین کشوریه که جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت آمریکا بود. اینه که خودتون بهتر میدونی. یعنی از اون اول سر عناد نداشت. دوم اینکه درست میگی، وقتی که حکومت شاه رو سرنگون کردن، بعد نشستن فکر کردن که خب ما اصلا برای چی این کارو کردیم. خب بعد یه دلیلی براش بتراشن که به مردم بگن که خب آقا اقتصاد اگه بود، خودشون هم اعتراف کردن دیگه، اون اگه اقتصاد قرار بود مثلا خوب باشه که خب شاه بهتر داشت انجام میداد، یعنی اون تو اقتصاد بهتر عمل کرد. پس ما باید یه هدف والاتری بتراشیم، واقعا هم نداشتن. باید یه هدف والاتری بتراشیم و در راستای اون حرکت کنیم و هر کم و کاستی هست بندازیم گردنمون. نقطه نکته بعدی که گفتی اینه که مثل مقام شاه میمونه، ولی امر خودت بهتر میدونی آرش جان. خودت یه محقق خیلی خوب هستی توی بحث ایران باستان. شاه اولین چیزی که گره میخوره به نام شاه آزادی و آبادانیه. یعنی شاه باید نگهدار مردم و مردم داخل اون سرزمین باشه. شاه ایرانو میگم، و شاه ایرانی، کاری به سلطان و کینگ و امپراتوری اینا ندارم که همشون برگرفته از واژه سلطه و قدرتگرایی و خشونت و اینا گره خورده. برعکس همین اینا نام شاه، پادشاه، نامش گره خورده با آزادی و آبادانی. وقتی یه حاکم آزادی و آبادانی به کشور هدیه نده، نمیتونی شما بهش بگی شاه. میشه سلطان گفت، میشه امپراتور گفت، میشه کینگ گفت، میشه ولیعهد گفت، ولی شاه نمیشه بهش گفت. لطفا اینو با هم یکی نکن. اینکه یه مقام مثلا اه، مطلقه هست که بالا سر هر چی میگن باید بقیه انجام بدن، این لزوما نام شاه نمیشه. نکته بعدی اینه که به جای خیلی خوبی رسیدی. خب مثلا الان چی کار بکنیم؟ من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفت. ایران گروگان گرفته که شما که مثلا عاشق ایرانی، من که عاشق ایرانم و کسای دیگه که عاشق ایرانن، بگه آقا یا با من همکاری میکنی یا ایرانو میکشم. به همین راحتی. شما میگی ما چیکار بکنیم؟ نه، ما که کاری نیستیم. مگه تا الان دست ما بوده؟ مگه این گندو ما زدیم؟ اصلا ما رو کجا راه دادن که بخوایم مثلا حتی خدمت کنیم به اهداف جمهوری اسلامی؟ شما خودت تحصیلات زیادی داری، هنر خیلی خوبی هم داشتی، تحقیقات خیلی بزرگی هم انجام. کجا شما رو راه دادن؟ به کدوم نهاد به شما گفتن بیا برای ما توضیح بده، تئوری ارائه بده، ما چیکار بکنیم؟ یا اصلا یه جای کوچیکی شما بسازن که این اطلاعاتت رو انتقال بدی. من و شما کاری نکردیم، یعنی کاری نبودیم. بنابراین خودش این کار کرد، خودشون هم باید درست بکنن. درستش هم همینه. نکته اصلی اینجاست، اینو خواهش میکنم توجه بکنیم. نکته اصلی اینجاست: یا ایران، کیان ایران، منافع ملی ایران برای جمهوری اسلامی مهم هست یا نه؟ این پاسخ تو این چند تا واژه نهفته شده. آیا کیان ایران و منافع ملی ایران برای جمهوری اسلامی مهم هست یا نه؟ اولویت هست یا نه؟
اگر بله، پس باید تقدیم مردم بکنه حکومتو برای خنثی کردن همه نقشه‌هایی که شما نام بردید. جنگ جهانی، اسرائیل میخواد حمله بکنه، کشورهای منطقه چشم ما دوخته، هر چی که شما میگین که حالا نصفش من قبول ندارم. ولی اگر ایران براشون مهمه، باید یک آشتی واقعی ملی به وجود بیارن، درا رو باز بکنن، هر کی که صاحب نظره بیارن، اصلا خودشون پنهانی، نیازی هم نداره علنی این کارو بکنن، خودشون برن با کسایی که صاحب نظر هستن، برن با هم دیگه اه، توافق بکنن که یه حکومت ملی درست حسابی که مردمم بتونن خواسته هاشون رو توی اون تصمیمات ببینن. اون موقع است که آمریکا و اسرائیل و انگلیس و اروپا و روسیه و چین و همه جهان هم دست به دست هم بدن، نمیتونن یه خال روی ایران بندازن. چرا؟ چون با 90 میلیون ایرانی روبرو هستن، 90 میلیون ایرانی که پشت هم دیگه. خب حالا اگر ایران براشون مهم نیست، کیان ایران براشون مهم نیست، منافع ملی ایران براشون مهم نیست، که خب اون دیگه مشخصه دیگه. یعنی تکلیف ما اینجا معلوم میشه. راه درست، کار درست اینه. آرشان، به ما ربطی نداره که تا الان این اتفاق افتاده. سوکان دست ما نبوده که، سوکان دست کسایی بوده که تا من و شما اومدیم حرف بزنیم گفتن نه ساکت شیم، ما خودمون میدونیم چیکار میکنیم. همه چی رو تو سیطره خودشون گرفتن. من و شما که کاری نیستیم که، خودشون خراب کردن، خودشون هم باید درست بکنن. نمیتونن درست بکنن، بسپارن به کسی که میتونه درست بکنه. بفهم. خواهش میکنم. من میوت کرده بودم صدای یه وقت اذیت نکنه. عرض شود خیلی ممنون از توضیحاتت. یعنی اگه اینجوری من فکر کنم ماها با هم صحبت کنیم، چون من خودم رو به هر حال به عنوان یک کنشگر پادشاهی خواه معرفی کردم. ولی خب پادشاهی خواه میتونه از طریق پهلوی انجام شه، میتونه از طریق عرض شود چی بگم، مثلا نیروهای تمدنی مذهبی درون ایران انجام شه. شاه ایران میتونه سنی باشه، شیعه باشه، یهودی باشه، زرتشتی باشه. و ما حتی در لشکر ساسانی سرداران مسیحی داشتیم. ما در دربار خسرو پرویز و دربار ساسانیان مشاوران مسیحی و یهودی داشتیم. همینطور یونانی، به خصوص خسرو پرویز خیلی علاقه داشته به فلسفه یونانی، حتی فلسفه حالا اصطلاحا غربی امروز بهش میگن، بیاموزه. و جدا از اون داریوش بزرگ، هراکلیتوس فیلسوف بزرگ یونان که بود جهان از آتش به وجود اومده رو میگه که دعوت میکنه بیاد فیلسوف دربار بشه، فیلسوف شاهنشاهی ایران بشه. میخوام بگم این روابط به هر حال میتونست وجود داشته باشه. یه مثال های خیلی کوچیکی زدم. و در نهایت من میخوام اینو بگم، میخوام بگم اگه واقعا آمریکا و اسرائیل و اروپا یا بلوک غرب اصطلاحاً اگر بپذیرن که ایران تسلیحاتی که همین الان داره رو حفظ کنه، در زمینه تسلیحاتی و پیشرفت تسلیحاتی و استقلال تسلیحاتی چیزی پایینتر، یا یعنی پایینتر از اون حدی که الان هست نره، و ایران بتونه مثل دوران آریامه که در مسئله ذوب آهن، مثلا من جایی خوندم که آریامر از آمریکایی‌ها برای ذوب آهن ایران کمک خواسته و اینا کمک نکردن و آریامر رفت از شوروی گرفت این رو. و بنابراین این میشه توازن، این میشه عقلانیت سیاسی و حکمرانی. و مسائلی که فرمودین، من بازم حالا میخوام در نهایت اینو بگم عملا چه کار باید کرد. خب عملا مثلا کسانی مثل من و بعضی اوقات بعضی دوستان و خلاصه اطرافیانم مثلا میگن که این کاری که شما میکنین به طولانی تر شدن عمر جمهوری اسلامی و ادامه جنایت ها و فساد ها و اینا میتونه کمک. ولی وضعیت رو من به حدی خطرناک میبینم که اصلا بحث این نیست که چه کسی چند سال به عمرش اضافه داره میشه. بحث یک ملتیه که یک هزینه بسیار بالایی از تحریم ها داده، جنگ تحمیلی ایران و عراق، عرض شود این همه مهاجرت، حتی تبعید
خودخواسته یا کسانی که واقعا تو قایق‌ها و تو کوه و کمر کشته شدن یا مردن، این همه بدبختی رو ملت ایران تحمل کرده، آیا در نهایت شایسته این نیستش که اگه بخوان بیان حتی اگه خود ملت ایران تصمیم بگیرن میخوام آقا حکومتمون رو عوض کنیم، میخوام یه حکومت جدید داشته باشیم، خب این شرط نباید باشه که شرطش این باشه که بگن شما باید همه موشکا و نمیدونم صنعت هسته‌ای و از شود صنایع نظامی تو اینا رو بیای متوقف کنی یا منهدم کنی یا ببری به حد زیر صفر، مثلا میگن 400 کیلومتر مثلا برد موشک باشه. آخه عزیز من، خب اصلا شما اصلا چرا بازی میکنین با کم؟ بگو اصلا موشک نداشته باشی دیگه، متوجه؟ حالا موشک داشته باشیم با 400 کیلومتر کجا رو بزنیم؟ مثلا میخوایم عراق رو بزنیم مثلا؟ خب یعنی در صورتی که خطرات نظامی خیلی فراتر از 400 کیلومتر برای ایران وجود داره، تا با هواپیما بلند میشه میاد ما رو میزنه. برای ما باید قادر باشیم که پایگاه هایی که هواپیما ازش بلند میشه و ما رو میزنن به بزنیم. یعنی عقلانیت نظامی اینو داره نشون میده. به هر حال اه، من واقعا میگم علیرغم اینکه با خیلی جاهای حرفات که انتقاد از جمهوری اسلامی موافقم، ولی جمهوری اسلامی رو، نه تنها جمهوری اسلامی بلکه حکومت ایران رو، من حکومت ایران رو یه چیزی بالاتر و مثل یه چتریه که تازه جمهوری اسلامی یا پهلوی یا پادشاهی مشروطه هر کدوم اینا زیر مجموعه اون قرار میگیرن. یک هویتیه، یک موجودیتیه که وجود داره و این بیشتر در دست حکیمان و مهان، یعنی مهستان و بزرگان و اندیشمندان ایران بوده همیشه و در بین مردم، یعنی یک رابطه بین اندیشمندان و مردم بوده. این رابطه الان با این رسانه ها مختل شده تا اندازه زیادی و جلوی پای ما فقط یک راه گذاشتن. یعنی من واقعا میخوام اینجا به شما یک پیشنهاد بدم، به شما و حالا کسانی که شاید شبیه به شما فکر بکنن. میگم اگر قدرت نظامی ایران و همون که گفتم از استقلال نظامیش، استقلال تسلیحات نظامیش و اینکه بتونه توازن رو بتونه برقرار کنه بین نیروهای مختلف، یعنی همون کاری که روسیه یا چین میکنه و اینا اونها هم در این راه خون دادن. روسیه طبق بعضی آمار 27 میلیون کشته فقط در جنگ جهانی دوم داده تا بتونه یک شریک برای برندگان جنگ جهانی دوم باشه. 27 میلیون. ما چقدر کشته دادیم؟ 200 هزار نفر. خب ولی در قبالش مجروح دادیم، چون عراقی ها کلاشینکوف مصرف میکردن و بیشتر زخمی میکرده، ولی ایرانی ها ژسه مصرف میکردن که بیشتر کشته از عراقی ها میگرفته. بنابراین ما باید طبق تاریخ خودمون، طبق اون تجربیاتی که طی ده سال اخیر داشتیم، به نظر من بتونیم تصمیم بگیریم برای امروز و آیندهمون. چون بگم هر قسمت از تسلیحات ایران که الان در ایران ها یا هر صنعتی هست، اینا متعلق به ملته. ما براش هزینه دادیم. اگه بوده من مثلا هزینه تبعید میشه گفت حالا خودخواسته که نبوده، اجباری بوده، ولی تبعید بوده، تبعیدی بوده که من ناچار شدم انجام بدم برای حفظ جون خودم و خانواده. و نکته اینه که این همه هزینه کسانی که میگن برادر، خواهر، پسر، پدر، مادرشون رو از دست دادن. بنابراین حد اقلش اینه که ما بتونیم اون امنیت خودمون رو داشته باشیم، بعد بیایم درباره آزادی، دموکراسی، پیشرفت، رشد و تعامل با کشور دیگه دنیا از جمله اسرائیل یا آمریکا بتونیم فکر کنیم. اگر بپذیرن اینو، یا ما ملت در کنار نیروهای نظامی، نیروهای صنعتی، نیروهای علمی خودمون و کنار اندیشمندان خودمون بفهمونیم و بقبولونیم به بلوک غرب، به نظر من اون وقت من خود منم حاضرم که بیام تلاش کنم برای گذار از جمهوری اسلامی. این موضع منه. حالا اگر کسی با این مخالف باشه مثل اسرائیل، بنابراین اسرائیل خودشو در برابر من قرار داده. یعنی من کورکورانه یا از روی احساس یا ایدئولوژی نمیدونم اینها نمیدونم جلوی اسرائیل بیستم. من بر اساس عقلانیت دارم به زندگی خودم و بقای خودم فکر میکنم. اونا میگن شما همه اینا رو بدین بره تسلیحاتو، ما میایم امنیتتون رو تامین میکنیم، امنیت حالا نظامی و اون منطقه شما رو. من میگم معذرت میخوام، من به شما هیچ اعتمادی ندارم و شما هم هیچ اعتمادی از خودتون نشون ندادین. نمونهش همین بازی که سر برجام در آوردن و اون بیانیه هایی که صادر کردن، چه آژانس
هسته‌ای و همینطور اتحادیه اروپا. و میبینیم که من به عنوان یک ایرانی راهی جز ایستادن و راهی بهتر و عقلانیتر و امنتر از ایستادن در برابر زور و حمله و تجاوز نظامی نمیبینم. اگه راه دیگری هست طریق مذاکره برن، فعلا با همین نمایندگان جمهوری اسلامی و سفراشون و اینا صحبت کنن، مذاکره کنن، برن جلو، منم کار خودم اونایی کنشگر سیاسی اجتماعی انجام میدم. این تقریبا شد کل حرف من و بازخورد من به سخنان شماست. اگه موافقین سخنان پایانی شما رو بشنویم، 5 تا 10 دقیقه هر چقدر لازمه، بفرمایید. ممنون. یه آخر صحبتات هم قبل خداحافظی در مورد اون بک‌گراند، اون تصویری که پشت تم هست یه توضیح بدی بد نیست. من حرف چشم. آخر رو میزنم دیگه، اینه که تاریخو نباید از وسط شروع کنی بخوندن که آرش جان. نمیشه که گندو بزنن بعد حالا که گند زدن توی مخمسه گیر افتادن حالا ما بگیم که حالا ما بازم ما پشتتیم. ببینید شما فوتبالیا میفهمن من چی میگم. مربیای استقلال پرسپولیس اگر 1000 تا بردم به دست بیارن، اگر مقابل تیم مقابل اه، باخت بدن، آخر فصل خدافزی میکنن با اون مربی. خب اگر گند زدی باید بری دیگه. فرصت 47 سال 8 سال فرصت داشتین، باید برید، باید تحویل بدید. همه جای دنیا اینطوریه. آخه کجای دنیا بعد از این همه گندکاری بازم باید ادامه بدن؟ خب نتونستن دیگه، نشون داده فرصت داشتن نتونستن. اینه که زیادم شما نباید نگران این قضیه باشی. بزرگترین شاهان رفتن، ایران مونده. حالا جمهوری اسلامی که چیزی نیستش که آرش، بزرگترین خدمت کنندگان ایران رفتن. چه بزرگانی رفتن، ایران مونده. نگرانی نداره که ایران بزرگتر از هر نام و شخصیتیه. هر کشوری در حد خودش هزینه میده. شوروی در حد خودش هزینه داد، اون تعداد کشته داد، چی به دست آورد؟ چیز بزرگتری به دست آورد. ما این همه کشته دادیم، همه مجروح دادیم، همه جانباز دادیم، چی به دست آوردیم؟ چیزی به دست نیاوردیم. ما اصلا جمهوری اسلامی از ابتدای یه نکته خیلی جالب میخوام بگم، شاید تا بهش فکر نکرده باشی، خودت هم چندین بار توی صحبتات با من بهش اشاره کردی. جمهوری اسلامی همیشه نرسیدن طرف مقابل به اهدافش و پیروزی برای خودش میبینه. خیلی جالبه. تو صحبت‌های حسن نصرالله و هنیه و حوثی‌های یمن و همه این صحبت رو میشنوی. ما اجازه ندیم اونا به اهدافشون برسن. شما هیچ اهدافی ندارین؟ و 4 تا هدف هم شما تعیین کنید ببینیم میرسید یا نه. چند جام که از دهنتون در رفته اهداف رو گفتین نتونستین چیز کنید، که نتونستین به اهدافتون برسید که. شما حتی اون هدفی هم که تعیین نکردید اما رفتین بهش رسیدید، اونم که دولتی تقدیم کردین برگشت سعودیه رو می. بنابراین اگر ما هزینه ای میدیم، اون صحبتی که کردیم ما با هزینه بدیم تا به اون قدرت برسیم، آرش جان، هزینه رو کسی میده که بخواد به یه هدف خاصی برسه. وگرنه اگه قرار باشه ما مردم همچنان هزینه بدیم تا ما به هدفی نرسیم و کسی دیگه به هدف خودش برسه، خب فکر نمی کنم این عقلانی باشه. هدفی بالاتر و بالاتر از ایران وجود نداره. کاری که جمهوری اسلامی هم داره میکنه در اهداف نگه داشته ایران نیست، برای بقای خودشه. شما حساب بکنه اصلا همین الان واقعا وقتی من هر موقع یادش میافتم یه غم بزرگی رو دلم میشینه. چجوری میشه که همه کشورهای دنیا حساب سنتشون رو دارن، ولی ما مثلا نفتمون رو $10 چوب حراج میزنیم بهش میفروشیم به چین با تخفیف، بعد پول نمیگیریم، بعد و هی میگیم که خب حالا تحریم شدیم اشکال نداره. این چجوری میشه که این با این کنار اومد؟ چجوری میشه اینو تحمل کرد و اینقدر بلاها که سر ما اومده زیاد شده دیگه راحت کنار اینا میگذاریم؟ چجوری میشه که قطر داره گاز ما رو میبره ولی ما صدامون در نمیاد، اجازه میدیم
با پول گازی که از ما میبره بره تازه کارهای دیگه هم بکنه، برای خودش کارت سیاسی بخره. هزینه رو موقعی میدیم که به یه هدف خاصی برسیم. در صحبت آخر رو بکنم، اینه که اه، ما مردم و اپوزیسیون کاری نکردن برای این اتفاقاتی که افتاده، برای این اه، افتضاحی که به بار اومده. ما کاری نکردیم. بنابراین صحبت آخر من اینه که جمهوری اسلامی اگر واقعا به ایران اهمیت میده، ایران تو اولویتشه، مثل شاهنشاه آریامه، مثل رضا شاه، تحویل مردم بده، نه اینکه بده تحویل یک کشور دیگه بده. این نکته داره. تحویل مردم ایران بده. دیگه آقا منو نمیخوای، خیلی خوب، من ایران. بعد تازه میتونه پس فردا یه نقطه مثبتی کارنامه‌اش نگه داره. طرفداراش میتونن اینو پرچم کنن، ادعا بکنن روش، و این باعث اتحاد ملی میشه. شما حساب بکن اگر با این دید بیا جلو و بیا تحویل مردم بده و مردم هم با انتخابشون رأی بدن که آقا ما چه سیستمی میخوایم و چه شخصیتی رو میخوایم، حالا شاهنشاهی میخوایم یا جمهوری. خب این بهترین حالتشه دیگه. شما فکر بکن کشور چقدر قدرتمند میشه. آرش جان، شما همه قدرت رو توی موشک و اینا میبینید. نه، قدرت اصلی اینه که کل یه ملت پشت هم باشن. اون موقع هیچ موشک و هواپیمایی نمیتونه اون پا در بیاره. خب شما مردم رو نادیده میگیری، تو همه صحبتاتون مردم رو نادیده میگیرید، میرید موشک میسازید، میرید بمب میسازید، میرید هزار تا پدافند میارید، دست به هر جایی میندازین الا مردم، در صورتی که قدرت واقعی تو مردمه. صحبت آخرم همین بود دیگه، باید تحویل مردم بده. بله ممنون ایمان جان. من یه دقیقه فقط صحبت میکنم. میخوام بگم اولا در سیاست یه سری شعارها داده میشه، مثلا اسرائیل باید نابود شود، یا مثلا همین آمریکا اسرائیل که مثلا چه میدونم سر 8 پا باید قطع شود. خب ببینید یه سری شعارها داده میشه، حتی این شعارها یه جوری بیان میشه که انگار استراتژی اون حکومت یا دولت اینه، ولی در اصل مثل اینه که به مرگ میگیرن که به تبرازی بشه طرف. خب یعنی خیلی از حرفایی که از جمهوری اسلامی ما میشنویم یا شنیدیم تو این 46 سال، یعنی یه قسمتش حالت شعاری داشته و متاسفانه به شکل بدی بیان شده. میگم اون قسمتاشو هیچ بحثی با هم دیگه نداریم، باید خیلی منطقی تر بیان میشد. حتی اگه منطقی تر بیان میشد اصلا به اینجا نمی انجامید. یعنی اصلا اگه منطقی تر بیان بشه، مثلا فرض کن جمهوری اسلامی همین الان بگه آقا جون من البته خب اسرائیل نمیپذیره متاسفانه، میگم یک حالت تضاد عجیب غریبی صورت گرفته و اسرائیل میگه تا زمانی که جمهوری اسلامی هست بنابراین منم متخاصم میبینم حزب الله و نمیدونم حتی خل سلاح هم که بشن، یعنی میدونیم که این شروع برای کشتار اوناست. حالا به هر حال یعنی یه چیز عجیب غریبی این وسط هست و متاسفانه حالا نمیخوام بیشتر از 1 ساعت بشه برنامه. میخوام بگم به هر حال یه جورایی از هر دو طرف یک مشکلاتی دارن، ولی به هر حال کسانی مثل منم جزو مردمن. من میگم آقا جون چون میگه شبکه چیزی هم مثلا ابرقدرت ها سازمان امنیتی باز کنن برای کسانی مثل من که میگیم آقا جون ما میخوایم تسلیحاتمون رو نگه داریم، صنعت هسته‌ای رو نگه بداریم، اصلا حالا 3 و خورده یا 20% هر چقدر لازمه از نظر صنعتی، و ممکنه بالا بره ممکنه پایین بیاد طبق زمان. اگر لازم شد ما بتونیم بمب اتم بسازیم، و اگر لازم شد، اگه این خطره، اگه یک کشور اتمی به ما حمله کرد مثل همین آمریکا، بنابراین ما هم بتونیم بمب اتم بسازیم. یعنی اصلا طبق عقلانیت بین الملل، روابط بین الملل و مسائلی که وجود داره، حالا جدا از اون قوانینی که غرب به نفع خودش هی دستکاری میکنه و تفسیر به رأی میکنه. این نظر منه. من میگم برای ما هم یه جایی باید باز کنن یا خودمون باز میکنیم به هر حال. یعنی نه اینکه اونا بیان باز کنن، ما باز میکنیم، میگیم ما میخوایم اینطوری باشه، طرفدار گذار از جمهوری اسلامی هستیم، با قسمت مردمش موافقم، و مردم رو ولی در کنار نخبگان، اون نخبه واقعا کسانی که مثل انجمن مغان یا مهستان ایران رو میشناسن، تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران رو و عشق ایران رو دارند و ایران برایشون واقعا همون اول ایرانه. این آدم ها در کنار مردمی که همین عشق رو داشته باشن، به هر حال در بین مردم هم کسانی هستن شاید بخوان جهان وطن باشن، گرایشات چپ داشته باشن، نمیدونم زن زندگی آزادی باشن، اون دیگه
بدنه مردمه، آزادی دارن که کار فرد خودشون رو انجام بدن. و من معتقدم باید یک راه سوم یا راه چهارمی به هر حال باز شه برای کسانی مثل من که نمیخوان اقتدار ایران رو به هیچ وجه معامله بکنن یا سرش کوتاه بیان. ولی سر گذار از این جمهوری اسلامی شخصی مثل من مشکلی نداره. سخن پایانی اگه دارین چند ثانیه بفرمایید و یا یک دقیقه. بازم میگم دیگه، تا وقتی مردم رو شما نداشته باشی نخبه هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. مردم باید موافق سیاست های کلی هر حکومتی باشن، غیر از این شما راه به جایی نمیبرید. متوجهم، بله، امیدوارم به اونجا برسیم. حالا فکر کنم همین گفتگوهای ما هم یه جوری تلاش برای رسیدن به همونجا. نخبگان هم باید سعی بکنن، تلاششون رو بکنن، نظر مردم رو جلب بکنن. این نیستش که دوباره نخبه ها بیان برای مردم تعیین تکلیف کنن. بازم همه چیز از راه مردم میگذره. مهم. این هم نکته بسیار قابل تأملیه. بله، کاملا درست میفهم. من فقط این تصویری که پشت من هست و یه توضیحی بدم. شاید دوستان فکر کنن چون این تصویر چند تا دست داره اون ایزد شیوا هست که در هندوستان هست. حالا من این تصویرش رو براتون شیر میکنم که این شیوا نیست و یک تصویر بسیار باستانی از شهداد کرمانه. فکر کنم تصویر الان شیر شد و این یک استوانیه که یک ایزدبانوی اونجا نشسته، به خاطر اون سینه هایی که داره میگن ایزدبانوه. و این انگار مثل درخته، یک زنیه که مثل درخته. اینو باستانشناسا به عنوان ایزدبانو زندگی، ایزدبانو باروری، گیاهان و زندگی تفسیر کردن. سمت چپش هم یک زن شاخداره و این شاخی که بالا سر حتی کوروش بزرگ میبینین که بعضی فکر میکنن مصریه، در صورتی که مصری نی. میبینین که 5000 سال پیش در شهداد کرمان یه همچین نگاره‌ای روی این استوانه نقش شده و واقعا ما از یک همچین تمدن غنی برخورده ایم. امیدوارم واقعا ایزدبانوی زندگی به ایران لطف بیشتری داشته باشه، برگرده، حضورا بتونیم خود ایزدبانوی زندگی رو هم از نزدیک ببینیم. و یه تصویر دیگه هم من حالا دانلود کرده بودم بهتون نشون بدم. این تصویرم هست که فکر کنم بزنم چپ، اصلا خود به خود میره رو اون. اینم تصویر اون محقق کرکیه، اون شخصی که از جبل عامل لبنان اومده بوده. اتفاقا نظراتش هم بعضیاش یه مقدار حالت ضد طاغوتی و اینا داشته، یعنی یه مقدار حالت اصلا مخالف هر نوع طاغوتی، از نوع فرعون مصر و نمیدونم شاهان ایران و اینا. یه همچین عقایدی هم متاسفانه داشتن طبق اون بعضی از این سنت های غلط اه، اسلامی. و یک مقاله هم بود که اونم من خواستم با دوستان تصویرش رو شیر کنم. من فقط اونم که درباره اون اتاق فکر اسرائیلی گفتم، اونم بگم که دوستان اگه خواستن این مقاله رو هم مطالعه کنن. اینم بله شیر شد که یک اتاق فکر اسرائیلی گفته داعش یک ابزار بسیار خوبی علیه ایران، حزب الله و سوریه اسد بوده. و امیدوارم که به هر حال ملت‌های جهان و نخبگان بتونن یک راه بهتری از یک جنگ جهانی واقعا خانمان برانداز پیدا کنن در این شرایط بسیار حساس تاریخی. خیلی ممنون ایمان جان که برنامه رو با هم بزرگواری. داشتیم. امیدوارم گفتگوهامون رو ادامه بدیم و عزیزانم استفاده کرده باشم. من راستی لینک صفحه اینستاگرام ایمان فرهادپور رو قرار میدم توی اون توضیحات یوتیوب. اگرم تونستم پینش هم میکنم و میتونید نظرات ایمان رو اونجا هم دنبال بفرمایید. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم و در کنار ایمان جان. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. پاینده ایران بزرگواری. آباد و آزاد. بدرود. پیروز باشی. پیروز باشید.